تو آتیش میسوخت بچه خودشونا. بعد کاهن بعل 2 قدم میمد جلو، یه تکه از گوشت بچه ور میداشت پخته قشنگ تمیز آماده بدون آب لیمو میخورد. کاهن بعل این کارو میکرد. الان آدمخواری در زبان انگلیسی چی تلفظ میشه؟ کانیبل. آدمخواری میشه کانیبل. کاهن بعل کانیبالیسم. اما این قربانی در حضور خدای بعل در کنار بتی دیگر بود، بتی به اسم مولخ یا مولوک یا ملکون. اینو ور می داشتن به شکل جوق می ساختن. اگر می خواستن کوچیک بسازن مسیشو می ساختن، اگر بزرگشو می خواستن بنازن قد این سقف واقعا به همین ارتفاع می اومدن چیکار می کردن؟ اون موقع سنگی می ساختن، آتیش درست می کردن جلوش، دستشو یه جوری می داشتن زیر آتیش قرار می گرفت. این داغ که می شد بچه رو زنده می انداختن اون تو، این می سوخت، زجر می کشید، این بغل وای می سادن. بعد از اعطای این قربانی و اینکه کاهن بعل میرفت اون کثافتکاری رو میکرد، خدمت شما عرض بکنم مراسم اورجی یا ارگی انجام میدادن، مراسم جنسی دست جمعی. این در میان بنی اسرائیل بوده، سند دارم از تورات، عمرن نتونن ردش کنن، بوده این اتفاق. خدمت شما عرض بکنم که بعد از اون مراسم جنسی دست جمعی انجام میدادن، در مقابل کودکی که تقدیم میکردن به شیطان، یک کودک معادلش رو حرامزاده از ابلیس میگرفتن. برای اینکه شناخته نشن زن و مرد، ماسک هایی به صورتشون میزدن مثل زورو که بعدها تبدیل شد به جشن بالماسک. احسن. این حقیقت پشت پرده ایناست.